آقای گوسفندچران سلام علیکم. گوسفندچران بله آقای گوسفندچران عزیز. سلامت باشیم آقا. میگم این قضیه چیه خبرتون رسیده؟ آلمان، آفریقا، جدیدن اروپا هم رسیده. اروپا هم رسیده. بله فکر کنم تازه رسیده و این دور برا بود خبرها. بله کدوم خبرها؟ همین خبری که میگه باید حامی باشیم، باید حمایت کنیم از گوسفندان. حمایت ما برای افزایش گوسفندان است، برای حفظ جان گوسفندان است. خب الان چجوری ما حمایت کنیم، حامی باشیم؟ راهی چجوریه؟ جوانان ما 80 میلیون جمعیت، 85 میلیون جمعیت، 80شان زیر خط فقرن. 80% زیر خط فقرن و این خط فقری خودش باعث حمایت میشه. ما الان زیر خط فقر، وقتی که زیر خط، حالا نمیدونم بعضیا تجربه نکردم، زیر خط فقر بودن گوشت گوسفند نمیخوری. یعنی حامی هستی، یعنی حامی بودن، یعنی داری از آن گوسفند حمایت میکنی، یعنی داری از آن حیوان حمایت میکنی، یعنی تخم مرغ وقتی نمیخوری داری حمایت میکنی از تخم اون مرغ. بله مرد ایرانی لوبیا نمیخوره و اینا همه حمایت میشه، حامی میشه. بله حالا شعارتون چی آقای گوسفند؟ رسیدیم در اصلی مسئله. حامی انجار شکن حمایت، حامی انجار شکن حمایت. بله به همراهی کن حامی گوسفندچران. بله حامی گوسفندچران حمایت بچه‌ها. ایرانی یعنی قدرت، ایرانی یعنی حمایت. بله گوسفند برو بیرون، گوسفند حمایت کن آقا. برو بیرون.